روی که در مقاومت هست، در مبارزه هست، مثل که در شرایط دموکراتیا باشیم، مثل که در تاجیکستان باشیم، یا مثل که ما در یک حزبی آلمان باشیم، مثلا بیایم هر 4 سال رئیسی عوض کنیم، هر 4 سال یک نفر دیگر اکسپریمنت بگذارونیم. ببینید این مبارزه سیاسی رو شوخی گرفتن است. مبارزه سیاسی، اپوزیسیا، هجرت، مقاومت برای بعضی‌ها همچنان اکسپریمنت است. خب مثلا من رفتم، شما بیاید، اگر شما نشد نفری سوم رو بیارید، مثل که در حزب دموکراتی تاجیکستان، در حزب کمونیست کردن، یا حتی حزب سوسیال دموکرات رو به همین شکل حکومت مسخره بازی کرد. رحمت الله ظاهرов رو کنار زدن، گفتن که این طولانی شد، 30 سال است یا 20 سال است از روز تأسیس. خب مجبور کردن با اون فشار زیادی روانی از دنیا گذشت. یک نفر دیگر رو همچون اکسپریمنت آوردن، رئیس حزب کردن. حزب دموکرات محمد روزی وقتی که رفت آوردن، مثلا ببینید حاجی محمد عمروف یکی از شخصیت‌های کلیدی حزب، عبدالنبی ستارزاده، آینی‌حال بابا نظرова، اینا همه کادرای حزب دموکرات بودن، اما آوردن مخصوص صابرов رو اکسپریمنت گفتن خب یک کادر جوان یا بعد اون رو هم کنار زدن، سید جعفر عثمانوف، حالا اون رو هم کنار زدن، با همون شکل آوردن باز یک نفری نامعلوم دیگر رو. خب شاید بعضی احزاب این اکسپریمنت ها را اجازت بدهند، اما نهضت اسلامی تاجیکستان با این همه تاریخ، با این همه ریشه، بالاتر از این اکسپریمنت ها است. بالاتر از این است که یک حکومت یا یک گروه بیاین قاعده های بازی خود را بالای حزب تحمیل کنند. من در یک صحبت اخیرا بعضی از دوستان جوانان همین سوال رو دادن، گفتم ببینید اونا دعواشون این است که خب فرق ندارد تقدیر آینده حزب چی میشه، شما بروید، 20 سال شد. گفتم ببینید من این حزب رو از استادان این امانت رو با اون خاطر نگرفتم که تحت فشار کدام نفر یا گروه بیایم این امانت رو فقط برای اون که مرا دیکتاتور نگویند رها کنم. و این تحقیر ریاست عالی حزب است که این همه مرحله ها را گذاشته است و به هیچ وجه، اما من آماده هستم که از داخل ریاست که نظامنامه این را تقاضا میکند، دلخواه برادر بیاد بگد که من نامزدیش رو ماند پیروز شد، این دیگر یک واقعیت است. شاید که من در اون وقت نامزدی خود را بگیرم، شاید که اگر وارد رقابت هم شدم باختم دیگر قبول خواهم کرد. اما در پیمان ببینید، چی در پیمان چی در نهضت، وقتی یک نفر میگه که من میخوام رهبر باشم، این حق حلالش است، اما باید او از مسیر انتخابات برود، نه اینکه یک نفر بیاد بگه که من میخوام رئیس باشم یا در پیمان یا در نهضت، فقط شما بیروید جا رو برای من خالی کنید، من باید رئیس باشم. نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی اصلا این فرهنگ را قبول ندارد.